بسیار میپرتون چیز دارم. درود یک برگه هم دیرونی عزیز، هم وطنان هم کسبان. یک چیزی را ما گفتنی هستم که چقدر ما در استاد اخلاصی بلند پیدا کردم. چقدر گفتم که پرسفیشنی آدم هستن که اونا خیام میگن پرسیتاتیل. تو چقدر پیروت کنیم اولیا که در همین پرسیتاتیل استاد بودن ما در کای قوی شدم. وقتی که ما در استاد در کار شد زنگ زدم گفتم استاد مرا شاگرد بگیرید. این گفت که ما در چیم؟ استاد گفتن که ما در داغستان شاگرد شاگرد بیار. من بلیط گرفتم رفتم برای که میخواستم. رفتم که استاد گفت که ما باور نداشتم تو میاری. من در شاگرد در کار نبودم. نه که کمی گفت من در زمین نموندی اومدی حرمت کردی روی خودی حرمت را شاگرد میگیرم. بعد شاگرد استاد شدیم ای داغستان درسامون سر کردیم. بعد وقتی ما تاجیکستان اومدیم یک روز ما نزد استاد یک سوالای به حد هم سوال دارم که ای دنیوی در هر علمون نمیافتم این سوال را. بعد یک روز میگم پیش استاد بدرم بگم نگم که بعد استاد گفت پسرم بشیشتم بعد تو در 15 سالگی مکتوب کردی خدا دارم. ما هم وقتا این جنگ نبود. جنگ بودم کشی بسیار بود امی برادر کشی بود. ما ایزیقی ما هم وقت مادر من گذاشته بود. من به هم ایزیق بودم. ایزیقی من دیگه ندونستم کتاب مراجعه کنم فقط خدا دارم مراجعه میکنی که بعد مکتوب کردم خدا دارم. همه شکایتم و همه سوالم هم خیلی نوشته و خدا دارم روی کردم. جواب نگرفتم کرد. خیست امید هست بود خدا هست. با استاد گفت بیشی بچه. همیشه دم ما ابلیوگی و پرسیتاتیل استاد ما شاهد شدم. این را ما پیش نمی گفتم نه که ما افترده کتاب هستم در یک کتاب نوشتگیم. استاد گفتن که پسرم تو مکتوب خدا در کرده بودی تو میخوای که سوالو تبیاری. ما که تجربه دارم مکتوبی تو ما در غلطی دیگه سوالوی تو را ما میدونم. خواهی یک تا سوالو تبیته ما با جواب شد میگم. خدا تو در گفتن نمیتونه و چیز یک هست خداوند فهم میکنه شما را. این را مثال توغری بفهمین. شما که طیبای خاقی هستین علما هستین بله شما که علم هستین ای اهل فهم هستین برای ما این گپ در شما گفته استم که استاد فهمی درجه را علم هسته همین درجه قطعی میتونه فکر آدم خونده میتونه مثال هم مکتوبی که من میدونستم خدا میدونست هیچ دیگه نمیدونست استاد گفت سلامت باشه.